کودکانی گروهی آمادگی به مکتب مؤسسه دولتی کودکستان پرزیدنتی با تشکیل یک چاره‌بینی مهارت خود را در اجرای نقش قهرمانان افسانه‌های روس سنجیدند. آنها پوره لباس‌های قهرمان افسانه‌های روس را به بر کرده نقش‌های گوناگون را در صحنه اجرا کردند. بنا به گفته تشکیل کنندگان چاره‌بینی مذکور، هدف این شناسایی کودکان با قهرمانان افسانه‌های روس و تاجیک محسوب می‌شود. گفته می‌شود که با این وسیله کودکان باز هم بیشتر به خواندن و شنیدن افسانه‌ها روی می‌آورند. رقص گروهی کودکان با قلیچ، مهارت دستخوابانی و ارغنچک کشی و قرائت شعرها با زبان روسی از شرط‌های چاره‌بینی مذکور بود. اجرای نقش قهرمانان اساسی افسانه روس از جانب مربی به صحنه گذاشته شد که کودکان تحت راهبری وی برآمد کردند. برای کودکان نیز به برنمودن لباس قهرمان افسانه‌ای تا جای شوق‌آور بود. آنها کوشش می‌کردند که در صحنه هر یک از همدیگر خوبتر نقش خود را اجرا کنند. در چاره‌بینی مذکور همچنین مهمانان از مرکز فرهنگی روس در شهر خوجند اشتراک کردند و به مهارت کودکان بهای بلند دادند. Дорогие ребята, вы поняли, что в каждом народе есть свои богатыри. Богатыри есть в таджикских сказках и былинах, они есть в нашем народе. Богатыри есть в русских сказках и былинах, они есть и в русском народе. И есть самое главное, есть желание защищать и огромное сердце любить свою родину. گزارش فرزانه شمسی و یوسف یونوسف برای برنامه اطلاعاتی خبر.